علیهم فوتابیک سیلویج به ماده 187 قسمتی کدکس جینتی جمهوری گوناگون کرده شدند و همین ماده نسبت به گذشته ماده 60 کدکس جینتی 5 سال جزوی معروف سلطان آزادی گوناگون داشتند در کدکس دوی نظامش پررو تعیین کرده شد. از ماده پرنده برمیاد که علیهم در جمهوری اسلامی پاکستان به ماده 364 تا 334 یعنی کدکس جینتی این کشور محکوم کرده شده. در این مقصود در 2017 صفحه کرده شده، بزرگ کرده شده و بعد آزاد شدن کشی به جنوب پاکستان برگشتن کردن و سفارتخانه جنوب پاکستان در پاکستان و افغانستان مراجعه کرد و به جمهوری پاکستان آمده است. سودان قید می‌نماید که گرچه علیهم در جمهوری اسلامی پاکستان محکوم کرده شده است، داغی سودی و اعتبار گرفته نمی‌شود چون که ماده 15 کدکس جینتی جمهوری پاکستان مقرر کرده است که داغی سودی و دیگر عاقبت حقوقی جنایتی نسبت شخصی که در حدود دولت خارجی جنایت صادر کرده است نباید هنگام بندوبستی که داری این شخص و هنگام تعیین جزا